السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز، میخواستم راجع به چند کتاب صحبت بکنیم که انشالله در همین چینل یوتیوب تدریس خواهد شد در روزهای آینده. چون چینل جدید ساخته شد به نام FA جوب ماستری هستم و در نخست اول یک قرآن عظیم شان هسته که جزء آخرش هسته. البته چون سورای کوتاه داره، لازم و ضروری بر هر کسی است که یاد بگیره و حتی حفظ بکنه. پس جزء آخری قرآن عظیم شان هستم. در روزهای آینده در همین یوتیوب چینل انشاءالله به تدریس خواهد آمد به ترتیب درس به درس. و همچنان کتابای دیگه هست که یکیشا براتون معرفی میکنیم و قبل یادآوری است اگر چینل ما را سابسکرایب نکرده باشی این چینل سابسکرایب کنین و بعد فالایتان توصیه کنن که از این چینل استفاده کنه. انشالله که تدریس ها و درس هایی که در آینده در این چینل نشر خواهد شد برای شما همه مفید هستند. کتاب هست که آموزش تصویری نماز است، یعنی نماز به طریق تصویری به شما می آموزند. انشالله درس بندی شده هست. این کتاب درس به درس هست، هر روز یا به نوبت خودش انشالله تدریس خواهد شد در همین یوتیوب چینل. کسانی که در نماز خود مشکوک هستند که خدا نخواسته خوب نیست یا درست بلد نیست، میتونه که باز از این درس استفاده بکنه. یک کتاب دیگه است، تحفه اطفال است، یعنی به اولادای شما تحفه است. انشالله این کتابم در همین چینل تدریس خواهد شد که این بر بخش های درس مشتمل هست. یعنی هر روز میتونیم یک درس در همین یوتیوب چینل اپلود کنیم و شما با پلیلیست یوتیوب میری و از اونجا هر درس تعقیب میکنی و بعد از سابسکرایب بودن یوتیوب چینل نشانی یا علامه زنگوله را فشار میدی. وقتی هر درسی که اپلود میشه اول به شما اطلاع خواهد داد. کتاب دیگه هست 40 حدیث شریف است. حدیث های کوتاه و پرمعنی. اگر کسی 40 حدیث را حفظ بکنه فاداشی خیلی داره در آخرت و در دنیا هم یک تربیه خوب داده میشه به کسی. یعنی خوب تربیه است که 40 حدیث حفظ انسان باشه و به او عمل بکنه. یک کتاب دیگه هست مبادی اسلام. این یک رساله است، کتابی بسیار مفید است و انشالله این کتابم درس به درس به شما تدریس خواهد شد. کتاب دیگه هست 100 حدیث نبوی. انشالله که حدیث های مختلف پرمانا و متن کوتاه آمده در این کتاب و بسیار مفید هست. یک کتاب گلچین جمع‌آوری کردیم و کوتاه رساله است که در ذهن شما بشینه و به راحتی بتونی بفهمی و یاد بگیریم. یکی دیگه هست رساله هست به نام سیرت نبوی. در مورد نبی علیه السلام صحبت میکنن و ما همه مسلمان ها حتی اطفال ما باید پیغمبر خود بشناسه و اولادایشان و اهلشان بشناسه که کی بودن و در کدام تاریخ وجود داشته و دین که با ما رسونده چه زحمتایی در مورد دین کشیده تا به ما برسه. و یک کتاب دیگه است اساسات اسلام که مشتمل است بر سوال و جواب. بسیار مفید کتاب است. یک سوال میشه و یک جواب داده میشه. اگر کوشش کسی بکنه یاد بگیره بسیار چیزی یاد خواهد گرفت.
کتاب دیگه ای است به نام ارکان اسلام. ارکان اسلام 5 است که ما 5 بنا هم برشان میگیم که اول کلمه شهادت است، دوم نماز، سوم روزه و چهارم زکات، پنجم حج. انشاءالله یک رساله است، اگرچه 5 بنا به زبان کوتاه‌تر هست اما یاد گرفتنش بسیار مهم است و حتی یک رساله ازش جور کردن، تفصیلش یک رساله هستن. پس یکش به ما خوب منظم و خوب تشریح میده که ما یاد بگیریم. اکثر مردم از کلان سال هم است، اگر پرسان کنی که بنای اسلام چند است نمیفهمن و اگر بفهمم میگه 5 تا است، تشریح و تشریح داده نمیتواند. پس در یوتیوب چینل ما امیر هم در روزهای آینده انشاءالله تدریس میکنیم. کتابای برای خصوصا برای اطفال چند تا کتابای دیگه هستن که آموزش انگلیسی است. 3 تا کتاب است، یک مجموعه زبان انگلیسی است که کتاب اولش کتاب صفری است ABC، کتاب دومش کتاب اول شاگرد است و کتاب دومش دوم کتاب است، یعنی دوم کتاب شاگرد است و خیلی آسان است. انشالله اطفالی که میخواه انگلیسی یاد بگیره میتونه از استفاده بکنه و برادرانی که کلانسال است و میخواه که انگلیسی را یاد بگیره اونا میتونه از این کتاب استفاده بکنه. پس یک کتاب دیگه است که اعداد انگلیسی را به ما یاد میده که از 1 تا 100 و ما یاد میاموزه که در انگلیسی حساب یا عدد چگونه شمرده میشه. پس این کتابایی بود انشاءالله که همه به نوبت خود در یوتیوب چینل ما تدریس خواهد شد. در آخرش باز براتان یادآوری میکنم که سابسکرایب بودن چینل بسیار ضروری است و در بغلش زنگوله را هم فشار بدید. هر وقت که هر درسی که ما اپلود میکنن در یوتیوب چینل اونا به شما اطلاع خواهد داد. السلام علیکم و رحمت الله.